بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هموطنان گرامی و عزیز، مردم دردمند و رنج کشیده ایمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخوایم که نخست 102مین سال روز استرداد استقلال کشور عزیزمان را به فرد شما تبریک عرض بکنم و همچنان عاشورای حسینی که این درس انسانیت، حریت، آزادی و استادگی خون بر شمشیر و بالاخره حماسی را بر ما آموخت، به تک تک شما تهنیت عرض بکنم. میدانم عزیزان که روزهای سختی و پر از مشقت و مصیبت را پشت سر گذاشتند و دارد که روزهای سخت و دشوار توأم با ترس و خوف و دلارگی را پشت سر میگذرانید. امیدوار هستم که همه سختی ها و دشواری ها بگذرد و یک روز شاهد رفاه، آزادی و خوشی های شما بوده باشیم. دوستان عزیز، 20 سال قبل ناتو و امریکا بدون اجازه ما و شما وارد افغانستان شدند و بعد از 20 سال نیز به اجازه ما شما نیاز نداشتند که خارج شدند. شما میدانید که اینها با برنامه‌های استعمارگرایانه و منافع ملی خودشان وارد افغانستان شده بودند و اهدافی را که در منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی داشتند راه انداختن و پیش بردن. زمانی که منافعشان در افغانستان ختم شد، البته قسمی که پیشتر گفتم بدون اجازه آمده بودن و به اجازه کسی هم نیاز نداشتن، دوباره خارج شدن. البته این خروج غیر مسئولانه و خروج عجولانه و خروجی که ملت ما را و یک ملت و یک کشور را به تباهی کشاند تمام شد. امروز فجایع و وحشت و دلارگی مردم را به چشم سر میبینیم. افغانستان 10,000 20,000 یا 100,000 نفر نفوذش نیست که غربی ها بیرون کنن و بقیه 35 میلیون مردم ما به هر سرنوشته که دچار شد بر اینا باکی نبوده باشه و خم ابرو هم نتن. مردم ما حق دارن که آرام زندگی بکنن و آرام زیست بکنن، ولی به هر حال دموکراسی که اینا میگفتن دروغ است، ملت سازی که گفتن دروغ است و رفاه و آسایش و توجه به زیر ساختها و زیر بناها که گفتن همه دروغ بود. آمدن برای منافع خودشان ملت افغانستان را تنها گذاشتن، تنها رها کردن و رفتن. 20 سالی که من پیشتر عرض کردم که اینا آمدن، 20 سال حکومت دست نشانده اینها با حمایت و زیر چتر اینا علیه مجاهدین، علیه رهبران، علیه شخصیت های نخبه، صاحب پایگاه، آنانی که بیس مردمی و پایگاه مردمی داشتن، توطئه کردن، دسیسه چیدن، ترور کردن، کشتن، ترور شخصیت کردن و بار بار توطئه های اینا علیه تعداد این شخصیت ها ناکام شدن. لقب های زشترین لقب ها را با آدرس ما حواله کردن. جنگ سالار ما را گفتن، وارلاد ما را گفتن، ناقضین حقوق بشر ما را گفتن، قاتلین ما را گفتن، بی سواد ما را گفتن. هر آن چیزی را که یاد داشتن با آدرس ما حواله کردن، ولی این مجاهدین بود که تحمل کرد. هیچ رهبر قومی، هیچ رهبر حزبی از هجوم و تبلیغات یا موج تبلیغات توفنده اینا مسئول نماندن و نبودن. این ماها بودیم که در 20 سال تاب آوردیم، چون ملت با ما بود، خدا با ما بود، که در این توطئه ها اینا ناکام ماندن. مردم های بیریشه را آوردن، مردم های بی پایگاه را آوردن،
مردمایی که وابستگی به خودشان داشتن از اروپا و امریکا آوردن، بر گرده های مردم ما سوار کردن. یا مدت 20 سال بر گرده های مردم با اینا سوار باقی ماندن، استفاده کردن، بهره گرفتن، دزدیدن از اینا. جز از این بیریشه های بی پایگاه و بی قوم و که در فرهنگ مردم ما، در جغرافی ما بلد نبودن، جز تعصب، نفاق، مشکلات قومی، دزدی، فساد اخلاقی، فساد اداری، فساد در حکومت داری، انحصار، هیچ چیز دیگه از اینا، هیچ چیز خوبی از اینا میراث با جامعه ما میراث نمانده. عدالت اجتماعی تامین نشد، وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل نشد، دموکراسی که اینا میگفتن به شکل درستش تمثیل نشد، نفاق، افتراق قومی هنوز چاقتر شد، برادری و برابری تامین نشد، رعایت نشد. اجماع ملی که یکی از نیاز مبرم مردم ما بود، این اجماع به هیچ شکل در هیچ شرایط عملی نشد. اجماع ملی برای شعار داده میشد، برای اجماع ملی شعار داده میشد، ولی هیچ وقت عملی نشد متاسفانه. وحدت ملی میگفتن، از اقوام نشد دیکور استفاده میشد، ولی هیچ وقت قدرت به شکل عادلانه تقسیم نشد. تمرکز قدرت، فساد و تمرکز فساد در ارگ و در حلقه خاص همیشه وابسته باقی ماند. همچنان که ما همیشه میگفتیم جمهوریت 3 نفره، بدون شک 3 نفره بود. چرا ما 5 نفره نمیگفتیم؟ 3 نفره یعنی رئیس جمهور اشرف غنی، آقای محب و آقای فضلی. چرا 5 نفره نمیگفتیم؟ معاون اول و دوم. شما میدونید که معاون اول و دوم صلاحیت نداشتن، فقط یکیش از یک قوم و یکیش از یک قوم نشی دیکور استفاده میشد. گرچه اونا اکت های داشتن قدرت را میکردن، اکت های داشتن شراکت و سهم در تصمیم گیری کلان و بلند و بزرگ ملی را میکردن، اما ما میدونیم که اینا شامل قدرت نبودن. دیدیم که وقتی که رئیس جمهور فرار کرد با 52 نفر از نزدیکان خود، معاون اول و دوم خود رها کردند و یک روز هم نه معاون اول و نه معاون دوم برای 1 ساعت هم سرپرست تعیین نشدند. معلوم بود که در اینجا صداقت و کاری با همی و برادری طبق قانون وجود نداشت. به هر حال گرچه از نظر عیاری خوب نیست که ما پشت سر کسانی که فرار کردن حرف بزنیم، ولی از ما همیشه حرفایی بود که در مورد جمهوریت 3 نفره، در مورد عدم عدالت اجتماعی، عدم عدالت سیاسی و مورد زیاد واضح میگفتیم و ایستادگی های ما را در برابر ارگ همیتان میدانین و عملا ایستادگی کردیم و ایستادگی میکردیم. یکی از موانع بزرگی که اینا در پولی که در اجماع ملی هیچ علاقه هم نداشتن در این امر مهم، علاقه نداشتن، علاقه نشان نمیدادن، اینا چالش بسیار بزرگ در برابر صلح بودن. صلح را اینا ناکام ساختن، نگذاشتن که صلح کامیاب شود. پروسه صلح را یکی از موانع بزرگ که خود طالبا بود و بزرگتر از طالبا چالش و موانع در برابر عملی شدن پروسه صلح یا نتیجه دادن این روند که ملی که همه مردم ما دور نیازمند بود، خود جمهوریت 3 نفره بود. متاسفانه ضررش امروز ما شما دیدیم. چیز دیگری که من میخوایم بگویم کلانکاری های اینا، کلانکاری های بالاتر از زور و توانشان، فهم غلطشان از شرایط عینی جامعه، فهم غلطشان که اتکا به کمک جامعه جانی داشتن، حرفای کلانتر از دهان خود میزدن که خارجی ها برای ما توانایی داریم، ما اردو داریم، ما اردو 350,000 نفری داریم، اما از درون خبر نبودن. مثل دوره امپراتوری سلطان محمد خوارزمشاهی که یک امپراتوری قدرتمندی بود، از درون موریانه خور شده بود و ضعف و ناتوانی در قوایش فرا گرفته بود. با یک هجوم و حرکت چنگیز این امپراتوری از هم پاشید. من برایشان بارها گفته بودم که شما با داشتن نیروی خود ننازین، شما متوجه باشین
که ما در حوادث مختلف شریک بودیم، در تاریخ افغانستان شریک عینی عملی بودیم. سقوط دکتر نجیب شاهد بودیم که 9 میلیون قدرت داشت، توپ و تانک و راکت هایش، افسرها و جنرالای با تجربهش چقدر توانایی و قدرت جنگی داشت، وقتی که زن پاشید از میدان هوایی فرار نتانست. ولی را بار بار گفته بودیم. مردم عزیز، شما این حرفای ما رو شنیدین. ما گفتیم که مجاهدین حکومت گرفتن، تجربه جنگای چریکی و گریلایی داشتن و در پول قدرت دولتی را گرفتن و تجربه حکومت پیدا کردن، تجربه جنگای جبهی را پیدا کردن. اما وقتی که شکست، اگر پنجشیر نمی بود، قهرمان ملی ربانی شهید، استاد ربانی شهید نمی بود، دیگر مقامات هم ممکن شکل نمی گرفت. گفتم که این 3 تجربه را ما داریم. شما از این اکنون قبل از خروج خارجی ها آماده شوین، تدابیری داشته باشین، اجماع ملی واقعی به میان بیارین، بسیج ملی به میان بیارین، مورال قوای مسلحه که بعد از برآمدن خارجی ها پایین میاد بالا ببرین و تعدادشان از نظر کمیت پایین از با بسیج و هماهنگی رهبرا و سری ساختنشان در قدرت شما کمیت بالا ببرین، تکمیل بکنین. اما گوش شنوا وجود نداشت، چون بسیار مغرور بودن، از وضعیت نمیدانستن. زمانی که جنگ فرا رسید توأم با توطئه، شما دیدیم که ولسوالی ها پی هم بدون جنگ برای طالبان تسلیم میشد، برای طالبان تسلیم داده میشد. ما یک روز در چندین مصاحبه خود، یک روز در روزه مبارک در یک صحبت خود گفتم که اگر ما اجماع تشکیل بدیم، از این تدابیر بگیریم، آمادگی داشته باشیم، کمبودات و نواقص خود، اشتباهات خود، خالیگاه خود پر بکنیم، جلویش بگیریم، حداقل 50% از جغرافیای طالبان میتونیم بگیریم، با شرطی که اینی کارا صورت بگیره. و اینم گفتم که برعکسش ما آسیب کلان میبینیم. اما متاسفانه توجه نشد. برعکس ولسوالیا را واگذار شدن به طالبان. دیپوها، بیزها، مهمات، تانک ها، وسایل، تجهیزات بسیار مدرن در اختیار طالبان قرار گرفت. طالبان روز به روز جغرافیش هم بیشتر شد، نفوذشان هم بیشتر شده رفت. ولی برعکس این حکومت بود که توان خود با گذشت هر روز از دست داده میرفت، قابلیت ها و ظرفیت های جنگی را از دست داده میرفت و روحیه به قوای مسلح وجود نداشت. هر روز در هر جای بدون جنگ مناطق را اینا تسلیم میدادن. شما میدونید که ما را خیلی سلاح کرده بودن. ما با امیدی که 20 سال قبل نظام آمده، حاکمیت آمده، حکومت همه شمول به میان میآید که از نتیجه بون بر وفق مراد همه مردم افغانستان گویا بود، ما با علاقمندی سلاح خود تسلیم دادیم. به نام دیدیار سلاح ما را گرفتن، به نام دایاک سلاح ما را گرفتن، دستان ما خالی. این طرف تبلیغات جنگ سالار و ناقضین حقوق بشر و منزوی کردن ها علیه ما روان بود و او طرف طالبان هم دوباره رشد کردن. در این اواخر هم سلاح و تجهیزات بیشتر به اونا داده شد و این حکومت حسود و بخیل و حریص حاضر نبودن که ما را مسلح بکنن، حاضر نبودن که تجهیزات خوبتری به اختیار ما بگذارن. ما احزاب سیاسی برایشان گفتیم که دوستای عزیز، این تو فکر کنین که یک ولسوالی سقوط کرده، همین تانک برابر یک تانک ها برابر یک ولسوالی در اختیار ما بگذارن، یک 15 تا 20 تا تانک در اختیار ما قرار بدین، همون قسم در اختیار مارشال صاحب دوستم و همون قسم در استاد صاحب محقق و در اختیار احزاب سیاسی که در شمال بودن و حضور داشتن و آماده رزم بودن، ولی دستاشون خالی بود. حاضر نبودن که کارو بکنن، حاضر نبودن در ما مهمات بدن. به خدا قسم 2 ماه جنگیدیم، تقریبا 10 روز جنگ بسیار خونین هم بود، یک مرمی راکت با ما حاضر نشدن بدن، با وجودی که سنگینی جنگ هم به دوش مردم بود، به دوش ما بودن. یک مرمی توپ حاضر نشدن با ما بدن، یک دانه، یعنی که یک الف کش میکنی، یک دانه، یک به حساب مقیاس بگویم، مقیاس واحدش که یک فیر، یک مرمی آوان ندادن، سلاح ثقیل به ما ندادن، یک چند تا کونه سلاح دادن که از کار نبود. بعدها 2 روز پیش از سقوط ولایت بلخ 300 میل سلاح M16 به ما دادن. 2 روز تلاش کردیم تا لحظه سقوط که این سلاح خو
بدون مرمی مثل که یک سوتچوب چوپان بوده باشه، این خواهی کار گرفتن نمیشه، مرمیشه بده. گفتن این مرمیش صبح میده. صبح نفر روان کردیم تا بعد از شام به قلوردو انتظار کشیدن، دوباره آمدن بدون مرمی M16. شما فکر کنید از این سالا ما با همه کس توضیح کرده بودیم، یک مرمی M16 به دست نیاوردیم. در پولی که گفتیم در مدت 2 ماه جنگ و در جنگ‌های شدید هیچ نوع مرمی به ما داده نشده بود. شما میدونید که ما مسئولیت جنگی نداشتیم، تجهیزات جنگی نداشتیم، گرچه مردم از ما توقع داشت. من قماندان قلوردو بودم، من وزیر داخله و دفاع بودم و نه هم مسئول شورای امنیت بودم و نه هم سرقماندان اعلی بودم و نه هم توپ و تانک و ذخیره دولت و نه هم از نظر لوجستیکی کدام دیپو یا بانک در اختیار ما بود که ما از همه این تجهیزات امکانات استفاده میکردیم و حداقل جنگ نیمه متعارف تجهیزات می داشتیم در برابر مخالفین خود یا دشمنای خود می جنگیدیم. همه این چیزا در اختیار ما قرار نداشت، ولی ما با ملت خود تعهد داشتیم تا پای مرگ جنگیدیم. به خط اول خود ما رفتیم، در میان آتش رفتیم. روز اخیری که کمربند سقوط کرد ما خودم رفتم پیش چشمایم در 5 متری کایس محمد رحیم کریم ما بود، همکارای ما کریم ما بود، تعداد از فرماندهان شاید در فیلمش دیده باشین کریم ما بود. در 5 متری به پیش چشمم که بچهای ما کریم ما بود، طارق نور اینا، پیش چشمم یک محافظتی شهید شد، یکی زخمی شد در 5 متری. ولی بعد اون لحظه مصاحبه میدادم، نخواستم که مصاحبه ما خراب شود. مصاحبه یک گزارش برای مردم دادیم و در جریان فیرها و آمد مرمی‌های مثل آتش که مرمی می آمد از ما این قدر ساخته بود. اما در آخرین لحظات توطئه قدر گسترده بود، ما دیگه از توطئه می گفتن برای ما، ولی علاقمند بودیم که می جنگیم، ادای مسئولیت میکنیم. ما رو می گفتن که برای این توطئه است شما را به دام میندازن، مثل که جناب امیر صاحب بزرگوار، سردار جهاد هریوار، سردار جهاد هرات باستان، توطئه کردن در قلوردو، بسته کردن، توفک گرفتن به طالب ها دادن، ولی خدا نگاش کرد و خانه مطالبان آباد که کمی مروت و مردانگی کردن در حق امیر صاحب و تشکر از برادر هرات که همکاری کردن، امیر صاحب از هرات کشیدن. سرنوشت ما را میخواستن چنین بسازن که غرور ما بشکنه و در برابر مایی که ساد شویم و با گردن پهن و عاجزانه حرفایی داشته باشیم. این در شأن ما نبود. ما کمی متوجه بودیم. در ظرف 10 دقیقه خطوط اول از جانب قوای مسلح تخلیه شد. در ظرف 10 دقیقه قلوردو با تمام توپ و تانگش تخلیه شد، ولی ما هنوز هم مصروفی بودیم که نخط می‌اندازیم. خدا خیر بده، وزیر صاحب دفاع را با ما زنگ زد که گپ ختم است، توطئه است، برای حرکت کن. ما گفتم که من جنگ میکنم، در داخل شهر جنگ نمیکنم، یک کمربند دیگه با یادگار میندازم تا شرک آزادی و تا شرک قلوردو، یک جنگ دیگه اینجا میکنم. اگر اینجا خدای نخواسته شکست خودم، در کوه ها تدابیر خوددار میرم، با کوه ها مثل سابق میجنگم. گفت نرو بکن. ما گفتم جناب رئیس یک هلیکوپتر میتونی باز با من روان کنی که حداقل بولتی یا بیتری مخابره من بیاره، 4 تا مرمی بیاره، من مقاومت خود دوام میدم. گفت گپ از گپ پاشیده، توطئه است، ما عذر میکنم، برادرانه عذر میکنم. برای من تشکر میکنم از وزیر صاحب دفاع، از جناب وزیر صاحب دفاع که واقعا به ما گفتن. جناب استاد محقق زنگ زدن، گفت قصه ختم است، توطئه واضح است. ما گفتم کو میرم اگر یه جنگ نتونستم. البته قصه ما دراز است، کوتاه بهتر میگم. استاد محقق هم گفت که ما برادرانه خواهش میکنم که قصه تمام است، بخیر برای و بیرون برای. مارشال صاحب زنگ زد. مارشال صاحب قبلا موافقه معامی بود که قسمت بچه‌ها وضعیت خوب بود، روان میکنیم با کوه روان کردیم، پیش که سنگربندی کردیم میریم با کوه. اگر دیدیم که توطئه گسترده است، کدام مشکل دیگه وجود داره، بعد خوب است که برایم بیرون. مارشال صاحب یک وقت سر ما صدا کرد تلفن که ما به دورای ایرتان هستم، لطفاً بیا به طرف ما که ما یک جای برایم بیرون. که گفت مدارم قبول کردیم. ما مخصوصا دوستای زیادی که همیشون را ما نامشون نمیگیریم. قصه همین شد که ما بیرون بریم، گرچه من تعهد داشتم نمیبرامدم بیرون. خب اگر بیرون نمیبرامدم توانایی ما همین قدر بود که از میدیم، تسلیحات به اختیار ما قرار داده نشد، تانک به اختیار ما قرار داده نشد، مهمات به اختیار ما قرار داده نشد، خود ما قوت نظامی نبودیم، چی باید میکردیم؟
یعنی مفت اسیر میشدیم، کشته میشدیم. خیام شیوه چی نیست، آدمایی که خرد دارن و عقلانیتش بالا دارن. ما این قبول میکنیم که اگر دشمن سر ما به سادگی موفق شود، هم یک ناکامی کلان است. اگر تجهیزات و امکانات و اختیارات اختیاری ما می بود، بدون شک تا پای مرگ می جنگیدم. مرگ عزتمند قبول داشتیم، چون ما بارها زخمی شدیم، دست و پای ما شکسته، 32 چره خوردیم، چند بار زخمی شدیم و میال 16 چره پارچه آهن در جانم است، در بدنم است. ما کسی نیستم که راه از زندگی کرده باشیم. ما در شکست شوروی ها سهم داشتیم، ما در شکست القاعده طالب ها، تحریک طالبان سهم داشتیم و ما در تشکیل این حکومت 20 سال در نظام سهم داشتیم و حالی هم به مردم خود اطمینان میدیم که ما هستیم، زنده هستیم، مبارزه میکنیم، مقاومت ما دوام داره و ما یک روز برمیگردیم، با هر شیوهی بوده باشه برمیگردیم. این بر طالب ها است که تجربه تلخ گذشتهشان را تکرار میکنن، یا ای که زانو میزنن، قبول میکنن که حکومت همه شمول به شکل واقعی به خیر و نفع افغانستان است. در غیر او مردم هیچ وقت نوکری بیگانه نمیشه و ما نوکری بیگانه نمیشه. آنانی که به داخل باقی ماندن، منظورم از رهبران و کلاناست، زیر چتر و حاکمیت و بیرق طالب ها لمیدن، ولو که ظاهرا میگن که ما به خاطر منافع مردم اینجا باقی ماندیم، ولی من میگم که زیر بیرق بیگانه ها باقی ماندین، لمیدین در اونجا. اگر با کاری به خیر مردم میکنه خب خوب است، ما تشکر میکنیم، اما هیچ تصمیم شما که جامعه نبوده باشه و مشروع همه نبوده باشه از جانب ما و مردم ما نمایندگی کردن نمیتونه، قابل قبول نیست. طالب ها همه طرف ها را در نظر بگیره، بشینن یک حکومت با قاعده وسیع همه شمول با میان بیاید که هم دنیا قبول بکنه، هم مورد قبول ملت افغانستان بوده باشه، هم اقوام در تصمیم گیری خود ببینن. ما برای دیکور در دور میز کسی نمیریم، ما میخوایم شریک قدرت بوده باشیم، حق ماست. یک خاک از ماست، کشور از ماست، از همین ماست، همین ما حق داریم که برای رهبری و ارزی خدمات به کشور سهم داشته باشیم. اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را تکرار بکنن چنانچه دیدن، طبیعی است که جنگ شروع میشه، مقاومت شروع میشه. هنوز مردم دلورگی داره، هنوز مردم خسته هستند، هنوز مردم شما را تایید نمیکنن. در اون صورت جنگ شروع میشه و ما آماده هستیم کمربسته، مثل که در گذشته با 16 نفر آمدیم علیتون جنگیدیم و با 10 ولسوالی را آزاد کردیم و بالاخره افغانستان آزاد کردیم و ما کمربسته ولی که با 10 نفر باشه، 100 نفر باشه، از آغاز کار آماده هستیم که پای در یک گوشه جغرافی افغانستان بمانیم، بگذاریم و بعد باز مقاومت ما شکل بگیره. برای امریکا و ناتو خیلی شرم است که افغانستان تنها رها کردن، حتی همکاران خود تنها رها کردن و از یک حکومت فاسد تا آخرین لحظه حمایت کردن و میفهمیدن که اینا بیریشه هستن، میفهمیدن که اینا فساد میکنن، میفهمیدن که پول دوزی میکنن، میفهمیدن که اینها پول بیرون میکنن، میفهمیدن که اینا جمهوریت 3 نفره است، میفهمیدن که اجماع ملی نیست، میفهمیدن که حکومت با قاعده وسیع نیست، میفهمیدن که تعصب است، حسادت است، بخل است، بخیلی است و تمامی رذالتی که میفهمید در حکومت بود، از عیاشی و فساد اخلاقی و فساد اداری گرفته همه چیز. اما اینا از اینا دفاع کردن، دیدن که برای یک شب تقریبا تمام قوای مسلح از هم پاشید. افغانای مظلوم از طیاره پایین افتید. این تو نبود که اونا بیعقل بودن. این نشان دهنده عمق نفرت مردم افغانستان از نظام بعدی نشان میده. مردم میخواه آزاد زندگی بکنن، با چرخهای طیاره خداویزان کردن، از هوا افتیدن. ببینه که مرگ قبول کرد، زندگی زیر چتر نظامی که هنوز معلوم نیست که چی میکنه. در گذشته هم معلوم بودن، در آینده معلوم نیست که چی میکنن. زیر چتر انتظام از زندگی را قبول نکردن، ولی اون مرگ که از هوا پرت شدن و شهید شدن قبول کردن. این یک شرم کلان برای امریکا و ناتو هست که مردم افغانستان تنها گذاشتن
و مردمی که در کنار شما ایستاد شدن، مردمی که بخشش گرچه شما ما را نمیپذیرفتن، ما شما علاقه زیاد برتان نداشتیم، ولی مردم زیاد شما حمایت کردن، در کنار شما بودن. نکته مهم دیگه که من بگم که بارها به این نظام فاسد گفتن که بلخ جغرافی بسیار مهم است. ما تجربه داریم که هر بار تحول از بلخ شروع شده با کابل ختم شده. خصوصا 3 باره در 43 سال 3 باره براتون بگم. من برایشان گفتم که دفاع بلخ دفاع از نظام است، دفاع بلخ دفاع از کابل است. شکست بلخ، ختم جنگ در بلخ، ختم جنگ و سقوط نظام و سقوط کابل، نتیجه همیست که کابل و نظام سقوط میکنه. دیدیم که ما 7:30 شب سقوط کردیم. شب اعلامیه دادم که توطئه بسیار عمیق است، ما بر اساس توطئه سقوط کردیم. ما هم دادم باید می‌رسیدیم که نفت دیدیم، الحمدلله خدا نجات دادیم با توفیق پروردگار. در اعلامیه دومیم همون شبی که سقوط کردیم گفتم که فردا نوبت کابل است، نوبت سران کابل و نوبت تصرف شکست خود کابل است. حرف من مو به مو عملی شد. کسایی گفتن که نه کابل 2 ماه 3 ماه مقاومت میکنه، ما گفتم فردا سقوط میکنه کابل. ببینید که کابل تنها میگه دار BPS بود، کابل 10,000 نیروی ویژه بود، کماندو بود، وزارت خانه بود، 1 ساعت هم جنگ نکرد. ما میفهمیدیم که جنگ در بلخ تعیین کننده است، سرنوشت ساز است. ولی به هر حال طالب های تغییر نکردن، گرچه ظاهرا میگن که ما تجربه گذشته، تجربه تلخ گذشته را تکرار نمی کنیم، ما تجربه تلخ گذشته آموختیم، ما گذشته ها را تکرار نمی کنیم، انتقام جویی نمی کنیم، کشتار نمی کنیم، تغییر کردیم. اما ما که میبینیم این کارا کلش برای نرم کاری است. نفر میکشن، در خانه به خانه مردم میدراین، همه چیز اسلامی میگفتن، آلی چوری اسلامی هم متاسفانه جریان دارن. ولی مردم موتر نماندن، خانه به خانه مردم داخل میشن، خانه به خانه تلاشی میکنن، وحشت خلق میکنن، طفل و کودک مردم وحشت برش خلق شده، دلورگی برش خلق شده. خانه های ما را تکه و پارچه کردن، از ما خود پروا نمیکنن. برین آباد نگاه کنیم اینجا بشینین استفاده بکنین. اما مردم هم تباه کردن، موتر شخصی با کسی، موتر لوکس شخصی با کسی نمونده، وسایل هم را گرفتن، در فاریاب کشتن. یک قماندان ما را به نام فیض محمد با 5 نفر شب اول کشیدن، کشتن، جسدش به دشت‌ها انداختن. با کابل بسیار مرموز نفر کشته روان هستند و تعداد شخصیت‌های نخبه و خوبم در پیش هستند، بسیار آرام و عمیق جستجو دارن. این مردم ما آگاه بوده باشند. و طالبا برتان عرض میکنم که تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنید. گرچه صحبت ما دراز شد ولی علاقه داشتم که زیاد صحبت بکنم. استفاده حکومت از قوای نظامی و قوای هوایی به شکل بسیار غلطش هم میتونه که شکست و فروپاشی را خوب رقم زده بوده باشه. من حرفای زیادی دارم، میمانم به صحبت‌های بعدی. در اینجا خاتمه میتم. موفق باشین مردم عزیز. ما در کنارتان بودیم، در کنارتان هستیم، در کنارتان حاضر هستم خون بدیم. جنگ ختم نشده، شرایط هنوز بسیار دراز است، وقتی طولانی داریم. اینا را هم با امتحان بگیریم، بعد باز هم وارد میدان میشیم، یا از طریق حکومتی هم شمول به شکل منطقیش اصولیش، یا از راه جنگ. ما شما را تنها نمیگذاریم. موفق باشین. دردتان، رنجتان، غمتان از عمق قلب درک میکنم، احساس میکنم. من انسانی هستم که از 18 سالگی مبارزه کردیم، از 16 سالگی سیاست، 18 سالگی سلاح گرم مبارزه، تا این دم در کنارتان بودیم. بعد از این میخوایم که در قدم‌ها و پایه‌های شما جان بودیم. موفق باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.